بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. با توجه به اینکه چند تا بچه‌ها دوست داشتن که لایو مارکت رو ببینن و البته بهشون گفته بودم که یه مقداری برای من سخته بخوام توی لایو مارکت هم حرف بزنم چون استرس خودم هستش، باید کنترلش بکنم و تمرکزم بالا باشه، اما تصمیم گرفتم امروز رو حالا فیلم بگیرم و سعی بکنم این کارو انجام بدم برای شما. الان در حال حاضر که نگاه می‌کنید ساعت 16:54 دقیقه است، یعنی 5 دقیقه مونده تا مارکت باز بشه. یه سقف قیمتی اینجا داریم و یه کف قیمتی. یه ترند لاین مینور هم اینجا داریم. ترند لاین ماژور هم میتونیم داشته باشیم، اما من نکشیدمش چون بازار تو رنج هست، این کار نکردم. یه قیمت روند مهمه 40500 بالا داریم. این خط بنفشه رو هم که میبینید خطی هستش که در حقیقت هفته گذشته بسته شده، قیمت بسته شده هفته گذشته است و این عدد این خط نارنجی هم 40250 که همونطور که میبینید قیمت بهش ریاکشن داده و ازش رد نشده، قیمت روند. حالا وای میسیم تا ساعت 5 بشه و ببینیم که چطوری پیش میره. الان اون چیزی که قبل از اینکه مارکت باز بشه باید شما مهیا بکنید رو مد نظرم بود تا به شما بگم. خیلی خوب، کمتر از 2 دقیقه باقی مونده مارکت باز بشه. من مهیا میشم که ورود به معامله داشته باشم. سقف روز رو تا این لحظه که داریم میبینیم کمی پس زده، اما ما اجازه ورود به معامله تا زمانی که استاک آمریکا باز بشه نداریم. باید صبر کنیم و دقیق ببینیم که چه اتفاقی میفته. طول روز ریزشش توی هفته گذشته به سمت پایین بوده، این دید خوبی میده، اما ما ملاکمون فعلا اینا نیست. ملاکمون نواحی روزیه که کشیدیم و میخوایم ببینیم به چه صورت باید کار کنیم. تقریبا 30 ثانیه مونده تا مارکت باز بشه. یه کمی پیشخور شد، به سمت بالا حرکت کرد. بچه‌ها ببینید فاصله تا قیمت روند داره پیشخور میشه. من اینجا ورود به معامله ندارم. امیدوارم این ویدیو حداقل برای شما الان یه ویدیوی آموزشی خیلی خوب بشه. خب باز شد. یه تیک بالاتر خیلی خوبه برای ورود، اما تا قیمت روند متاسفانه فاصلهش کمه و من نمیتونم وارد بشم، از 20 پیپ کمتر میشه. نقدینگی که نیاز داریم تو مارکت امروز نیست، خیلی کمه و بازار بیشتر تو حالت رنجه، اما در صورت ما جزو روزهای معاملاتی معمولی مونه و باید حواسمون باشه. پنج، 4، 3، 2، نتونست. خیلی رنجه، هنوز متقاعد نشدم وارد بشم. خب تایم فریم 1 دقیقه‌اش درگیره، این خیلی رنج شد. با قیمت روند چیکار میکنم؟
4 دقیقه گذشت، نزدیک 5 دقیقه و ما هنوز دنبال موقعیت ورودیم. کندل 5 دقیقه دوم باز شد. رسید به قیمت روند. بستم. وارد معامله سه شدم. حد ضررم 36 پی بودن شد. تیک پروفیت رو روی تپی 2 میذارم. ببینیم چی میشه. یه کمی برای این رنج 36 پیپ زیاد بود، چون ATR کندلا زیاد بالا نیست. من آماده‌ام در صورتی که استاپ بخورم به سمت بالا وارد معامله بای هم بشم. یعنی دیدگاه الان که نزولیه، دیدگاه صعودیم هست. نزدیک سقف روزه. به تیپی 1 هم رسید. اگر سقف روز رو به سمت پایین رد بکنه خیلی خوب میشه. دیگه تا تیپی 2 من خواهد رفت. اگر هم رد نشه به عنوان یه پیوت برگرده به سمت بالا که استاپو ممکنه بزن. ده دقیقه از باز شدن استاک آمریکا رد شده و ما همچنان در پوزیشنی هستیم که با ناحیه در حقیقت قیمت روندمون برخورد کرده و وارد پوزیشن سل شدیم. حالا باید ببینیم که در ادامه چی میشه. خیلی سرعت مارکت پایینه، حجم زیاد تو مارکت نیست. یه کمی احتمال میدادم به خاطر اینکه بایدن کناره گیری کرده سرعت بالاتر باشه. البته دیدگاه هم یه دیدگاه نزولی بود از اول، ولی این دیدگاه نزولی داشتن 1% از ماجراست، همه ماجرا نیست. اون چیزی که تو مارکت در لحظه میگذره از همه چی مهمتره.
اگر بتونه همین پیوت رو رد بکنه خیلی خوب میشه. احسنت. چیزی نمونده. یه 2 تا تیکه دیگه بیاد پایین تمومه اگه بیاد. تو کجا اومد؟ یه لحظه برگشت. تمام. تیپی 2 رو زد. روز اول من با تیپی 2 خارج شدم. خب بیایم بچه یه کمی بررسیش بکنیم. نگاه کنید اینجا چه اتفاقی افتاد. این کندل قبل از ساعت 5 ببینید، قبل از ساعت 5 اومد تا این بالا برگشت، دیگه بالای ناحیه بود. ما نمیدونستیم این قیمت برمیگرده به داخل ناحیه یا نه. ریسک به ریواردی هم که تا این بالا میخواست بده با اون به اصطلاح استاپ لاس ما ممکن بود همخونی نداشته باشه، یعنی حداقل باید 20 پیپ رو در نظر میگرفتیم. در اینجا باید صبر میکنیم تا ناحیه بعدی حرکت کنه، ریاکشنش رو نسبت به اون قیمت ببینیم و بعد وارد معامله بشیم. این همون کاسه صبریه که بهتون میگم در موردش صحبت میکنم. حالا این ممکنه تا تیپی های بعدی بره، شاید از همینجا برگرده، دیگه اصلا مهم نیست. مهم اینه که روز شما با تیپی 2 بسته شده و خب حالا خدا رو شکر که اولین معامله ما تیپی 2 به ما سود داد.